دنا رو داشتیم با این عیب که هر چقدر کیلسشو میزنیم برق پشت آمپر نمیاد. حالا میریم برای بیابیم. فرمون برقیشون هم صفر بود. ایرادی که این ماشین داشت مال فرمون برقی، خطای فرمون برقی هم میزنه. برق فرمون برقی رو تست میکنیم، سالمه این فیوزمون. اینجا هم تست کردیم، سالمه. حالا میریم برای داخل اتاق. داخل اتاق که اومدیم فیوزا رو نگاه کردیم، بعد نقشه که پشت در جعبه فیوز هستش با نقشه های خودمون دیدیم فیوز F36 و F37 مال یونیت NBCM و TCO تغذیه فرمون برقی مونه. حالا میریم برای تست کردنش. میبینیم فیوز یه طرف برق داره، یه طرف برق نداره. حالا فیوز رو براشون عوض کنیم ببینیم فرمون درست میشه. فیوز رو براشون عوض کردیم، ببینیم برق فیوزمون هم میاد. حالا میریم برق پشت آمپرمون هم همش اومد. سویچ رو میبندیم. این هم برق پشت آمپرمون. حالا میریم برای روشن کردن ماشین و تست فرمون برقشون. ماشین رو براشون روشن کردیم و این هم تست فرمون برقشون و ایبیابی یونیت فرمون برقمون. بعضی وقتا از فیوز داخل کاپوت و سرباتری میشه ولی اکثرا اونه. حالا ما بیابی کردیم از این جعبه فیوز داخل اتاق بود. خدمات برق اتومبیل چینکار محمد شهر در خدمتتون هستیم.